جام عمری من پرشو اگر نیمه شکست سری شادی و تیمار مرا یاد کنی. بیمار شدم، سخت سلفه می کردم، مثل همین شبها؟ سختتر از این هم. اسلام سلاموف هنرور تئاتر و سینما، بنیادگذار و سرکارگردان تئاتر دولتی جوانان ولایت سوخت در سن 78 سالگی بر اثر فشار بلندی فوتید. در تئاتر مضحکوی موسیقوی به نام کمال خوجندی مراسم وداع با این هنرمند برگزار شد. اسلام جان فرزندی برامند خوشبخت بودیم که در بین عزیزان، فرزندان، مخلصان، دوستان، خویشاوندان همه که توجی سر شده چه که در اینجا بینید از بالا گرد و اطراف ما رو مهر و محبت یک نگاه‌های پرمهر که همه در اینجا. به گفته پیوندانش او شام 10 می در منزلش در شهر خوجند در کنار همسرش هنرور معروف سیرام ایسایوا و پسرش جان داده است. استاد این میرنده نیست. استاد در دل هر یک شاگرد یک کناره خود را دارد. اسلام سلاموف دانشکده آسیا میانگی تئاتر و کینو را در تاشکند ختم کرده بعد 2 سال آموزش در مسکو 54 سال در تئاترهای مضحکه موسیقی به نام کمال خوجندی و تئاتر دولتی جوانان به حیث سرکارگردان فعالیت کرده است. بیش از 120 نمایشنامه را روی صحنه آورده است. رودکی 1000 سال پیش گفتند که هیچ شادی نیست در این جهان برتر از دیدار روی دوستان، هیچ تلخی نیست در دل تلختر از فراق دوستانی پرهنر. در نوبهار خرمی در تیر ماهی پرغمی آدم بود آهن دمی حیف دریغی آدمی. او سال 1998 تئاتر تماشابین جوان را در شهر خوجند تأسیس داد و تا آخر عمر سرکارگردان این تئاتر بود. با گفته پیوندانش اسلام سلاموف پس از نماز جمعه در خوجند دفن شد.